با عرض سلام، خبرگزاری صدا و سیما از خبر 21 در خدمت شما هستیم. اینم زوار عتبات، اینجا مرز شلمچه است. مردم آب که نبود، یخ نیست، انگار ماشینا هم نمیدن، گازوئیل چینا نمیدونم چه جریان. و مردم سوار تریلی مثل زمان خان النصر. آره سوار تریلی مال غیر. و ما هم ببین جای خفن نشستیم. یعنی شهادتی نوشتیم ما بعد اینجا نشستیم. هر حال ممکنه، آره ممکنه بریم سفر چی بهش میگن، اخروی، سفر آخرت. ما دیگه قاطی کردیم، حتی فرنگستان و واژگان رو فراموش کردیم. خب حلال کنید بچه‌ها. آره اگر بار گرام بودیم رفتیم. اینا ببین، نگاه ملت شیداره میره و شیداره برمیگرده و این ورا همینجور، فقط سیاهی نصفش میره نصفش برمیگرده. این عجیبه. اینجا همینجور هی میره و هی برمیگرده. اینا دیروز رفتن، بعضیا که پرسیدم امروز برگشتن، نمیدونم چرا. والله یستر، خدا حفیظ. آره وصیت‌نامه نوشتن همه چی، مال و املاک، اصلا نگران نباش. آره همه شون، پاساژا، هواپیماها،